هشدار: این ویدیو صرفاً یک شبیه سازی نظامی فرضی با هدف آموزشی و سرگرمی است. فکرشو بکنید، کشوری که چندین سال زیر سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ دنیاست، کشوری که نه نیروی هوایی مدرنی داره که بتونه با جنگنده‌های نسل 5 رقابت کنه، نه به سیستم بانکی جهانی وصله و تازه یکی از بزرگترین بازوهای قدرتش توی منطقه یعنی سوریه رو هم از دست داده. اما با همه اینها هنوزم صاف و پوست کنده جلوی دوربین‌ها وای میسته و میگه ما آماده جنگیم. سوالی که الان ذهن همه کارشناسای نظامی تو پنتاگون و تل‌آویو رو درگیر کرده اینه: این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ اونم الان که حلقه محاصره تنگتر شده و زمین بازی عوض شده. آیا این فقط یه بلوف سیاسی و جنگ روانیه یا واقعا یه چیزی توی میدان هست که ما نمیبینیم؟ گزارش‌های جدید و تحلیل‌های عمیق استراتژیک نشون میده که ماجرا خیلی پیچیده‌تر از قبل شده. وقتی اعداد و ارقام رو کنار هم میذاریم، میبینیم با وجود اینکه نقشه منطقه عوض شده، ایران استراتژیش رو آپدیت کرده و یه مدل جدید از بازدارندگی ساخته که محاسبات غرب رو برهم ریخته. اما امروز میخوایم به این سوال پاسخ بدیم: چرا ابرقدرت‌ها حتی تو این شرایط جدید و بدون وجود متحد قدیمیشون توی دمشق هنوز هم قبل از اینکه ماشه رو بکشن دستشون میلرزه؟ تحلیلگرها معتقدن کلید این معما توی مفهوم نظامی خلاصه میشه: بازدارندگی از طریق تحمیل هزینه. بذارید ساده تر بگم، استراتژیست ها میگن ایران هیچ وقت دنبال این نبوده که توی جنگ کلاسیک یعنی ارتش جلوی ارتش یا تانک جلوی تانک آمریکا رو شکست بده. این یه نبرد نابرابره و نتیجهش از قبل مشخصه. اما گزارش ها میگن نقشه ایران یه چیز دیگه بوده: ساختن توانایی هایی که هزینه جنگ رو برای طرف مقابل اونقدر بالا ببره که اصلا بیخیال جنگ بشه. این نقشه میگه شاید من نتونم تو رو کامل شکست بدم، اما میتونم کاری کنم که اگه بخوای منو بزنی، پیروزی تو به قیمت نابودی اقتصاد و امنیت خودت تموم بشه. این یعنی بازی با قانونهای جدید. اولین ستون این استراتژی که تو گزارش‌های غربی بهش اشاره شده، زرادخانه موشکیه. الان که دیوار دفاعی سوریه ریخته، ایران تمرکزش رو گذاشته روی دفاع از خانه. طبق داده‌های موجود، ایران متنوع‌ترین انبار موشکی خاورمیانه رو داره. کارشناسا میگن ایران موشک‌هایی ساخته که تولیدشون بسیار ارزونه، اما زدنشون برای دشمن بسیار گرون تموم میشه. تصور کنید سامانه گنبد آهنین بخواد با این موشک‌ها مقابله کنه. قیمت یه موشک رهگیر این سامانه‌ها گاهی چند میلیون دلاره، در حالی که موشک مهاجم قیمتی بسیار کمتر داره. وقتی صدها موشک همزمان شلیک بشن، بحث تکنولوژی نیست، بحث ریاضیاته. سیستم‌های دفاعی اشباح میشن و مهماتشون تموم میشه، در حالی که موج حمله هنوز ادامه داره. این همون چیزیه که ژنرال‌های غربی رو نگران میکنه: ناتوانی در برابر تعداد انبوه. اما این فقط نیمی از ماجراست. بخش دوم که تو تحلیل‌های امنیتی روی اون تاکید میشه، پهپادها هستن. پهپادهای ایرانی دقیقاً با همون فلسفه ساخته شدن: ساده، ارزون و با قابلیت تولید انبوه. این پرنده ها قرار نیست با جنگنده های F-35 مسابقه بدن. مأموریتشون اینه که حالا که مرزهای دوردست امن نیست، از همینجا مستقیم برن سراغ زیرساخت‌های حیاتی مثل پالایشگاه‌های نفت، پایگاه‌های نظامی و شبکه‌های برق. گزارش‌ها نشون میده که ترکیب موشک و پهپاد یک کابوس برای پدافند هواییه. وقتی رادارها مجبورن همزمان با موشک‌های بالستیک سریع و پهپادهای کند و کوچیک درگیر بشن، احتمال خطا به شدت بالا میره. این یعنی تحمیل هزینه سنگین به اقتصاد و امنیت دشمن بدون اینکه حتی یک سرباز وارد خاک حریف بشه. حالا میرسیم به مهمترین بخش تغییر استراتژی. خیلی‌ها میپرسن
مگه سوریه آزاد نشد؟ پس ایران چطوری هنوز توی منطقه نفوذ داره؟ تحلیلگرها میگن درسته که پل زمینی معروف از بین رفته و سوریه دیگه حیات خلوت نیست، اما ایران استراتژیشو از دولت‌ها به گروه‌های چریکی و نقاط جدید تغییر داده. گزارش‌ها میگن الان بار اصلی تحریر منطقه‌ای افتاده روی دوش یمن و عراق. یمن الان تبدیل شده به یک قلعه موشکی مستقل و سرسخت که میتونه دریای سرخ و شریان‌های اقتصادی اسرائیل رو قفل کنه. عراق هم حکم سپر دفاعی نزدیک رو داره و گروه‌های همسو اونجا هنوز فعالن. یعنی با اینکه یکی از بازوهای اصلی یعنی سوریه قطع شده، اما ایران با تقویت وحشتناک یمن و تکیه بیشتر روی توان موشکی خودش سعی کرده این خلا رو پر کنه. این یعنی اگه جنگ بشه شاید دیگه جبهه سوریه مثل قبل نباشه، اما موشک‌هایی از یمن و عراق و خود ایران میان. استراتژیست‌ها به این میگن دفاع شبکه‌ای توزیع شده. نکته بعدی که تو مدارک نظامی بهش پرداخته شده، ساختار غیر متمرکز یا همون شهرهای زیرزمینیه. حالا که خاکریزهای بیرونی مثل سوریه ضعیف شدن، ایران فهمیده باید خود خاک کشور رو غیر قابل نفوذ کنه. به همین دلیل به جای ساختن پایگاه‌های بزرگ و آشکار روی زمین، به دل کوه‌ها و اعماق زمین رفته. تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های اطلاعاتی تایید می‌کنند که شهرهای موشکی و تونل‌های عمیق در تمام پهنه جغرافیایی ایران پخش شدند. این یعنی دشمن نمیتونه با یه حمله غافلگیرانه توان نظامی رو فلج کنه. لانچرها متحرک هستن، شلیک میکنن و بلافاصله جابجا میشن. تحلیلگرهای پنتاگون اعتراف میکنن که پیدا کردن و نابود کردن این اهداف متحرک و پنهان، اونم تو جغرافیای کوهستانی ایران، مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. این ابهام خودش یه عامل بازدارنده است. دشمن نمیدونه چه تعداد موشک باقی مونده و از کجا قرار شلیک بشه. علاوه بر اینها، بحث جنگ الکترونیک و سایبری هم مطرحه. شاید تجهیزات ایران به اندازه غرب پرزرق و برق نباشه، اما تمرکز روی جنگ نامتقارن باعث شده تا روی نقاط ضعف تکنولوژی دشمن کار کنند. هک کردن سیستم‌ها، اختلال در GPS و حملات سایبری به زیرساخت‌ها لایه دیگری از همون استراتژی تحمیل هزینه است که نیاز به مرز فیزیکی نداره. ایران فهمیده که تو دنیای دیجیتال مرز سوریه و عراق معنی نداره و میتونه از راه دور هم ضربه بزنه. یه عامل دیگه که همیشه روی میز هست، تنگی هرمز و امنیت انرژی جهانه که قبلا ویدیوشو ساختیم و میتونید از کانال چی میشه ببینید. با اینکه آمریکا نفت زیادی تولید میکنه، اما اقتصاد جهانی و متحدانش توی اروپا و آسیا هنوز به نفت خاورمیانه وابستن. هر درگیری تو خلیج فارس میتونه قیمت نفت رو به عددهای نجومی برسونه و تورم جهانی درست کنه. این همون بمب اقتصادیه که ایران به عنوان یه اهرم فشار قوی ازش استفاده میکنه. غرب اینو خوب میدونه که جنگ با ایران فقط جنگ نظامی نیست، بلکه جنگ با بازار بورس و قیمت بنزین تو خیابون‌های نیویورک و لندنه. حالا بیایید به سوال اول برگردیم. چرا جنگ نمیشه؟ پاسخ تحلیلگرا اینه که تو دنیای امروز قدرت فقط داشتن ناو هواپیمابر نیست. قدرت یعنی توانایی جلوگیری از جنگ. ایران با ایجاد یک توازن وحشت جدید شرایطی رو به وجود آورده که شروع جنگ برای آمریکا و اسرائیل آسون باشه، اما پایان دادن به اون تقریبا غیر ممکن. این یه قمار بزرگه. غرب اینو میدونه اگه وارد این درگیری بشه، حتی با وجود نبودن سوریه باز باید منتظر تلفات بالا، بسته شدن تنگی هرمز و موشکباران شهرها باشه. در سمت مقابل ایران هم میدونه که جنگ تمام عیار آسیب‌های جدی خواهد داشت، اما با نشان دادن آمادگی برای تحمل این آسیب و توانایی زدن ضربه متقابل، دشمن رو وادار به عقب نشینی میکنه. برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که به این وضعیت میگن صلح مسلح. ایران با سبق استراتژیک و ساختن پله به پله این توانایی‌ها عملاً زمین بازی رو عوض کرده. اونا به جای خریدن امنیت از بیرون، سعی کردن امنیت رو در داخل تولید کنن.
اونم با مدلی که مختص خودشون هست. در نهایت گزارش‌ها به ما میگن که زمین بازی عوض شده. مهره‌ها جابجا شدن. سوریه رفته و یمن پررنگ‌تر شده. اما اصل بازی هنوز همونه. هزینه و فایده. تا زمانی که این معادله برقرار باشه، احتمالاً شاهد جنگ تمام عیار نخواهیم بود. اما تنش‌ها با فرم جدید ادامه خواهد داشت. دنیا تغییر کرده و تعریف قدرت هم عوض شده. حالا دیگه فقط بزرگی ارتش مهم نیست، بلکه هوشمندی در استفاده از داشته هاست که امنیت رو تضمین میکنه. به نظرتون تمرکز روی یمن و موشک‌های داخلی کافیه یا دیر یا زود این سد میشکنه و جنگ شروع میشه؟ نظرات تحلیلگران متفاوته، اما چیزی که مشخصه اینه که فعلا این نقشه هزینه سایه جنگ رو دور نگه داشته. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برای ما بنویسین. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، ممنون میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید. گرچه که حال هیچ کسی خوب نیست، اما امیدواریم هر جای دنیا که هستین در آرامش باشید. تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، مزار خاموشی جون بگیره.